به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و هنرجویان عزیزم. با قسمت 11 مجموعه آموزش 0 تا 100 گیتار کلاسیک در خدمت شما هستم. در جلسات گذشته با ارزش زمانی نوت‌ها با هم دیگه آشنا شدیم. یاد گرفتیم نوت چنگ معادل نیم ضرب، نوت سیاه معادل 1 ضرب، نوت سفید معادل 2 ضرب و نوت گرد هم معادل 4 ضرب می باشد. در این جلسه میخوام با نوت چنگ بیشتر و بهتر آشنا بشیم. همونطور که در شکل مشاهده میکنید نوت چنگ از یک نوت سیاه و یک پرچم تشکیل شده که ارزش زمانیش معادل نصف نوت سیاه می باشد. یعنی ما توی یک ضرب یک نوت سیاه اجرا میکردیم، الان توی یک ضرب باید دو نوت چنگ اجرا کنیم. نحوه اجرای نوت سیاه به این صورت بود که 1 و 2 و 3 و 4 و الان ما برای نواختن نوت چنگ روی یک نوت چنگ و روی و هم یک نوت چنگ دیگر اجرا میکنیم. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و 4 و نوت های چنگ رو به صورت دوتایی و بیشتر هم نمایش میدن. همونطور که در تصویر مشاهده میکنیم نوت چنگ دوتایی به این صورت نوشته میشه. برای درک و اجرای بهتر ارزش زمانی قطعات ما از تکنیکی به اسم ضربه پا استفاده میکنیم. ضربه پا با پای راست نواخته میشه. به این صورته که ما وقتی میگیم یک پا از زمین بلند میشه و وقتی میگیم و پا به زمین برمیگرده. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و 4 و یک بار دیگه 1 و 2 و 3 و 4 و برای نواختن نوت چنگ با استفاده از ضربه پا به این صورته که وقتی میگیم یک پا از زمین بلند میشه یک نوت چنگ مینوازیم و وقتی میگیم و پا به زمین برمیگرده یک نوت چنگ دیگه مینوازیم. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و 4 و نوت سیاه با استفاده از ضربه پا به این صورت اجرا میکنیم 1 و 2 و 3 و 4 و همینطور نوت سفید 1 و 2 و 3 و 4 و نوت گرد 1 و 2 و 3 و 4 و تمرین برای نوت چنگ 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و قطعه اول که من می‌نوازم هفته اول حتما با ضربه پا و شمارش تمرین کنید و به مرور سرعت نواختن افزایش بدید. خط اتحاد خطی است منحنی مانند که در بالا و یا پایین نوت‌های همنام و همشکل کشیده میشه. وقتی خط اتحاد بین دو نوت همنام و همشکل کشیده شد نوت اول رو ما می‌نوازیم، نوت دوم رو دیگه نمی‌نوازیم و فقط ارزش زمانی نوت دوم به نوت اول افزوده میشه. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید وقتی نوت‌ها روی خطوط حامل اصلی 1 تا 3 کشیده بشه خط اتحاد پایین این نوت‌ها کشیده میشه و اگر نوت‌ها روی خطوط حامل اصلی 3 تا 5 نوشته بشه خط اتحاد بالای این نوت‌ها کشیده میشه. برای اجرای این قسمت که دارید مشاهده میکنید خط اتحاد بین دو نوت فا کشیده شده. نوت فا فرد اول سیم اول بود که در اینجا ارزش زمانی 3 ضرب هست، سفید نقطه دار هست. نوت دوم رو ما نمی نوازیم و فقط ارزش زمانیش به نوت اول افزوده میشه. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و یه مثال دیگه همونطور که مشاهده میکنید نوت لا فرد دوم سیم سوم هستش و نوتش سفید نقطه دار هست یعنی معادل 3 ضرب هستش. نوت اول رو ما می نوازیم، نوت دوم رو نمی نوازیم و ارزش زمانیش به نوت اول افزوده میشه. یعنی به این صورت 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و
نکات قطعه دومی رو که براتون آماده کردم سریع با هم دیگه مرور میکنیم. همونطور که دارین در تصویر مشاهده میکنید در این قطعه 3 علامت برگشت وجود داره. هنگامی که از ابتدای قطعه شروع به نواختن میکنیم و به علامت برگشت اول میرسیم برمیگردیم و از ابتدای قطعه دوباره مینوازیم. قطعه را ادامه میدیم به علامت برگشت دوم که رسیدیم برمیگردیم و فاصله بین دو علامت برگشت رو مینوازیم، یعنی از این قسمت برمیگردیم به این قسمت. اگر این علامت برگشت وجود نداشت برمیگردیم و از ابتدای قطعه مینواختیم. قطعه را ادامه میدیم. قسمت اول این قسمت حذف میشه و قسمت دوم جایگزین قسمت اول میشه. قطعه را ادامه میدیم به علامت برگشت سوم که رسیدیم برمیگردیم و فاصله بین دو علامت برگشت رو مینوازیم. ادامه میدیم. قسمت اول این قسمت حذف میشه و قسمت دوم جایگزین قسمت اول میشه. همونطور که دارین مشاهده میکنید خط اتحاد چندین بار در این قطعه بین نوت‌های همنام و همشکل کشیده شده. این علامتی که دارین مشاهده میکنید سکوت نوت سیاه هستش و معادل 1 ضرب سکوته. قطعه دوم هفته اول حتما به شمارش و ضرب پا تمرین کنید و به مرور سرعت نواختن رو افزایش بدید. پایان قسمت 11 مجموعه آموزشی سه گیتار کلاسیک رسیدیم. دوستان در آموزشاتون صبور باشین و پشت کار داشته باشید. تا جلسه آینده موفق باشید و خدا نگهدار.